خب دوستان، یه اسکن خیلی جالبی که بچه‌ها خیلی وقت پیش با دستگاه پروتون 8 سنسور زدن، من گفتم که یک توضیح در مورد این اسکن خدمتتون بدم. ببینید ما اینجا یک کوزه سالم داریم، یک کوزه شکسته داریم که کوزه شکسته 2 تا تیکه شده و اینجا هم تو این قسمت هم یه سری اثرات سفالای خیلی ریزو داریم. ببینید توی این کوزه سالم ما کد 50 رو داریم، یعنی دستگاه نتونسته روی اسکن کد خیلی بالا برام بگیره و کوزه هم خالی بوده، یعنی این مورد حفاری شده، این یک کوزه خالی داده. اینجا ما یک کوزه شکسته 2 تیکه شده رو داریم، اینجا یه سری اثرات سفالای ریزا داریم. اگر کوزه شما پر باشه شما باید کد بالا رو کوزه بگیرید، مثلا کد 1000 یا 2000 یا بالا. ولی اگه شما مثلا یک کوزه گرفتی که دستگاه بار مثبت کوزه رو بر شما گرفت و کد شما بالا نبود، به احتمال زیاد کوزه شما خالیه.